درودتان میفرستم و آرزوی سلامتگرایی بیش از پیشتون میکنم. روز پنجشنبه 15 خرداد ماه است و اینجا داراباد دره چالپونه و نزدیک چشمه نارون هست و من تقریبا خلوتی یافتم و با شما دنباله پرسش سلامتگرایی چیست رو دنبال میکنم. خب ببخشید، گفتیم فلسفه یا فلسفه، بهتر بگویم فلسفه تاکنون موجود در سه نوع متفاوت ارائه شده: فلسفه بیانی، فلسفه شهودی و فلسفه عقلانی که با ارسطو آغاز شده و تا کنون ادامه یافته، که فلسفه ارسطو یک فلسفه ذهنی است و یک نظام منسجمی است که هر کدوم از فیلسوفا ایده جدیدی و یا اندیشه جدیدی مطرح کردند یا پرسش جدیدی رو پاسخ دادند و یا سعی کردند که پاسخ بدن. من یادآوری میکنم که سانتئیسم فصل جدیدی است در تاریخ فلسفه که دنباله هیچ کدوم از این سه نوع فلسفه بیانی، شهودی و عقلانی نیست و بنابراین پرسش هایی که در فلسفه عقلانی موجود بحث شده و پیگیری شده و بررسی شده و نظریات و آراء متفاوتی ارائه شده، و اساس فلسفه مبتنی بر عقلانیت که ارسطو بنیانگذارش بوده، موضوع اساسی عبارت بود از این پرسش که حقیقت چیست، و فلاسفه دنبال کشف حقیقت بودند و نظریاتی بیان کردند. خب در فلسفه سانتئیسم موضوع اساسی و پایه‌ای برخلاف فلسفه عقلانی و یا ذهنی تا کنون موجود،
نه تنها حقیقت نیست بلکه موضوع مورد بحث عبارت است از سلامت فرد و راه‌ها و شیوه های زندگی فرد که برخوردار از آگاهی، آزادی و سلامت و استقلال باشد برای سالم زندگی کردن و سالم مردن. بنابراین در اینجا ما ایده جدید و یا اندیشه جدیدی بیان نکردیم. یک قانون و یا تجربه علمی یا نظریه علمی جدید ارائه نکردیم و آنچه که هست بنا به تعریف مقدماتی سانتئیسم که یک نظام فلسفی برآمده و برخاسته از دستاوردهای انسان در حوزه‌های اسطوره، دین، فلسفه، علم و تکنولوژی است برای ارائه یک شیوه زندگانی نوین برای انسان قرن 21 و بدیهی است که مباحث و موضوعاتی که در فلسفه عقلانی تاکنون موجود مطرح شده در اینجا قابل طرح نیست و اصول و ارزش هایی که در اینجا مورد بحث و فهم و ادراک قرار گرفته موضوعاتی است که در فلسفه تاکنون موجود قابل بحث بوده و اینجا با اونها بحثی نیست و موضوعیت نداره. بنابراین در اینجا ما همطور که نمونه هایی در 2-3 ویدیوی قبلی ارائه کردم، یکی همین به اصطلاح خواست انسان برای داشتن و یا انتخاب کردن فرزند دختر یا پسر که الان شاید ساده و به اصطلاح در مواردی غیر ضروری به حساب میاد، ولی در تاریخ گذشته ایشان موضوع بسیار مهمی بود و انسان از طریق همین بود و نبود یا این مسئله که دنبال فرزند پسر بود و یا دختر متحمل خسارت‌ها، جنگ‌ها و حتی صلح‌ها و کامیابی‌ها و ناکامی‌های بسیار شده
و در اینجا همطور که گفتیم اولین نمونه هایی که ارائه دادم، پرسش من این بود، پرسش ما یعنی من و همسرم این بود که چگونه میتوانیم صاحب 2 فرزند پسر باشیم پس از به اصطلاح صاحب شدن 2 فرزند دختر. پس اگر توجه کرده باشید ما در اینجا یک علم یا قانون و یا کشف جدیدی برای تحقق این خواسته ارائه نکردیم. کاری که کردیم این بود که از دانش بشر در حوزه‌های دین، فلسفه، علم و تکنولوژی استفاده کردیم و به آگاهی جدیدی رسیدیم و اون آگاهی رو در این فلسفه‌ای که داریم گسترش دادیم برای افزایش یا تولید آگاهی در دیگران. و اون این بود که ما به چرای این که چرا نوزاد در رحم مادر دختر می شود یا پسر کاری نداشتیم. آنچه که بود به این پرسش پاسخ دادیم که چگونه می شود با استفاده از همین امکانات موجود مادی و معنوی بتوانیم به آرزوی خودمون جامعه عمل بپوشانیم. خب اولین پرسشی که اینجا لازم است پاسخ بدهم بر این است که سلامت در فلسفه سانتئیسم چیست و چه تفاوت‌هایی دارد با مفهوم سلامت در آیین‌ها و فلسفه‌های دیگر. سلامت در سانتئیسم عبارت است از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی انسان و به دنبال آن میتوانیم بگیم که انسان معاصر، انسان تاریخی، ساختار انسان معاصر عبارت است از جسم شامل تن و روان، جان و روح و ما از اینکه اسم یا نام فلسفه مورد ادعای خودمان را سلامت گرایی گذاشتیم به خاطر اینکه همه موضوعات مورد بحث ما در مورد سلامت فردی است، برخلاف فلسفه به اصطلاح باقی مانده از فلسفه یونانی یا ارسطو که الان اوج آن در فلسفه لیبرال دموکراسی بر دنیا حاکم هست. در اونجا نیروی محرکه انسان برای فعالیت عبارت است از جستجوی منفعت فردی، ولی در اینجا نیروی محرکه انسان عبارت است از جستجوی سلامت فردی.
برخلاف آنچه در فلسفه لیبرال عنوان شده که انسان انسان‌ها در جستجوی منفعت فردی می توانند توسعه و رفاه جامعه را تأمین کنند، یا به قول اقتصاددانان که میگه دست نامرئی در اونجا همین جستجوی منفعت فردی است، ولی در اینجا دست نامرئی جستجوی سلامت فردی است. چنان که اطلاع داریم و میدونیم از شواهد پیداست، اونجا در اون فلسفه جستجوی منفعت فردی هرگز به سلامت و رفاه جامعه جهانی منتهی نشده. جستجوی منفعت فردی به انباشت ثروت در دست معدودی از انسان‌ها ختم شده و در اینجا می‌خواهیم بگوییم و اون را به اثبات برسونیم که جستجوی سلامت فردی به سلامت جامعه منتهی می شود و به این مسئله تأکید می کنیم که انسان وقتی سالم هست از نظر جسمی، روحی و اجتماعی، می تواند از داشته‌های مادی و معنوی خود استفاده بکند، در حالی که در فقدان سلامت هیچ چیزی نه قابل استفاده است نه قابل ارزش و ارزش گذاری. بدین ترتیب در ادامه مباحث متوجه خواهیم شد که اصول و ارزش‌هایی که در فلسفه سانتئیسم مطرح است با اصول و ارزش‌های مورد بحث در فلسفه تاکنون موجود یا فلسفه متعارف متفاوته و در اینجا آنچه مطرح است و آنچه مورد بحث است در چارچوب مفهوم سلامت فردی است برای تضمین سلامت جامعه و سلامت جامعه انسانی.